قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای گزارش به نظام پرداخت‌های غیر نقدی هنوز 5 سال قبل پیشنهاد گردیده بود. از اینجاست که تا امروز قریب همه تشکیلات‌های قرضی مالیوی مخصوصا بانک دولتی امانتگذار امانت بانک برای گزارش به این نظام و انجام پرداخت‌های غیر نقدی ضمیمه‌برنامه‌های الکترونی تهیه نموده‌اند. استفاده از ضمیمه‌برنامه یا خود همیان‌های الکترونی طریق تلفن‌های موبیلی یکی از اصول قولای پرداخت نمودن مبلغ طریق غیر نقدی عنوان می‌شود. با مقصد مساعدت بر رشد حکومت الکترونی پرداخت همان نمود اندازها، بوج‌ها، جریمه‌ها، پرداخت‌های کمونالی و دیگر نمود پرداخت‌ها باید پورا به طور غیر نقدی قبول کرده شود. در این زمینه امانت بانک با دستگیری از قرار بالاذکر تمام اینفراستراکتور خود را برای در سطح خوب و در سطح بهتر خدمت رسانی نمودن به میزبان و شهروندان مملکت امروز تمامی کوشش‌ها را روانه نموده است و خصوص در تمام شهر و ناحیه‌ها در دوردست‌ترین ناحیه‌های جمهوری پست ترمینال‌های زمانوی برای قبول چنین پرداخت‌ها نصب نموده است. برنامه‌های نوی کاری برای آسان نمودن کار میزبان در این سمت مثال کار کرده ایستاده است. بهره به مشکلی و در سطح بلند گزارش نمودن به نظام‌های پرداخت‌های غیر نقدی اجرای با صفت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یا انجام دادن امانت‌های غیر نقدی فیلیال رقم 42 بانک دولتی امانت بانک در منطقه باختر ولایت ختلون تمام تلاش‌های خود را روانه ساخته است. همین است که مسئولین با باوری از گزارش به این نظام می‌گویند و صورت گرفتن تمام پرداخت‌ها توسط غیر نقدی و ادعای آنها همکنون ساکنان را ضرور می‌آید تمام پرداخت‌ها را با استفاده از پست ترمینال‌های و برنامه‌های موبیلی انجام دهند. شروع از نیمه ماه مارت سال جاری علاقه در تمامی فیلیال‌های امانت بانک همین کار آغاز گردید و تا امروز علاقه تمام اون مشکلاتی که در روند گزارش به همین عملیات غیر نقدی اون مشکلاتی که پیش می آمدن روبرو می‌شدیم علاقه مشکلات برطرف کرده شدند. ما بغیر از این در تمامی شهر و ناحیه‌ها با فعالان و با زیاییان و با دختران در جماعت ها در حکومت های شهر و ناحیه ها عایدی ماهیت و گزارش به همین نمود غیر نقدی صحبت ها گذراندیم. غیر از این در شبکه های اجتماعی بانک در فیسبوک در تلگرام رکلامه ها و رولیک ها عاید عملیات غیر نقدی و برطرفی آن با مردم پیشکش نموده است. با گفته مسئولین امانت بانک امروز تصمیم گرفته است با اون شهروندانی که کارت بانکی ندارند در حالت مراجعت کارت‌های فراگیر بینام را رایگان تامین نمایند. همچنین کارمندان آن در دلخواه فیلیال‌های بانک برای برنامه‌ریزی کردن همیان‌های الکترونی در تلفن‌های موبیلی ساکنان کمک خود را می‌رسانند تا میزبان از ضمیمه موبیلی امانت موبایل فراوان استفاده برده پرداخت‌های غیر نقدی را انجام دهند. 330 نوع پرداخت‌های هست که از نقدی به طریق غیر نقدی می‌گذرد. به خصوص از 330 نوع 229 عدد پرداخت‌های دولتی هست. 10 نوع پرداخت‌های اندازها، پرداخت‌های کمونالی، علاقه موبیلی و دیگر نمود پرداخت‌ها است که باید پورا طریق غیر نقدی قبول کرده شود. میزبان می‌توانند که همین پرداخت‌ها رو با استفاده از همیان‌های الکترونی به استفاده از کار به یگان ممانعت به یگان مشکل انجام دهند و مبلغ لازمه را با همون کشیلک موبیلی طریق برنامه‌های که در مرکزها و در فیلیال‌های ما نصب گردیده است مبلغ لازمه را در همیان وارد می‌نمایند و دلخواه پرداخت‌هایی که در بالا قید کرده می‌توانند انجام دهند. باید گفت که ضرورت و منفعت گزارش به عملیات‌های غیر نقدی این پیش از همه دستگیری سیاست جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصادیات رقمی، از بین بردن نوبت‌پایی‌ها در نزد بانک و پست ترمینال‌های بانکی، پیشگیری از اقتصادیات نهانی، کاهش شدن عامل‌های کروپسیونی عنوان می‌شود. همزمان برای پیشگیری از فرسوده شوی کاغذهای قیمتناک یعنی اسعار ملی نیز مساعدت نموده با بودجه مملکت البته تاثیر خیلی بزرگ خواهد گذاشت.